این بستر یا سیلی زدن. دردناکترین جمله در خطبه این است که این با اون در پهلو زدن و اینا قابل قیاس نیست. فرمود اتقولو اهل ملتین. چجور اتقولو اهل ملتین لا یتوارثان، مگر اینکه منم مسلمان ندارم. بله این درست که کافر از مسلمان ارث نمیبرد، مگر منم مسلمان نمیبرد. این بدتر یا در بپر زدن، این بدتر یا سیلی زدن. مگر در اسلام من شک کنید، من مسلمان ندارید. اتقولوا اهل ملتین لا یتوارثان.